به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی. با اولین جلسه درس مدیریت مالی در خدمتتون هستم. خب قبل از هر چیزی که درس مدیریت مالی رو شروع کنیم باید یه تعریف از مدیریت مالی داشته باشیم. خب به زبان ساده میتونیم بگیم دانش و علم اداره پول. خب این یعنی چی؟ همونطور که میدونید صورتهای مالی یکی از مهمترینشون ترازنامه هست که در ترازنامه ما یه قسمت راست داریم یه قسمت چپ داریم که قسمت راست ترازنامه در واقع اون منابعی هست که خرج شده، قسمت چپ اون منابعی هست که تأمین شده. قسمت چپ از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در واقع تشکیل شده و قسمت راست از دارایی ها و سرمایه گذاری ها. خب ما میایم تو قسمت چپ منابع مالیمون رو تأمین میکنیم و میایم برای اینکه یک مجموعه‌ای بتونیم به هدفش برسونیم باید اون منابع رو در زمینه هدف اون مجموعه خرجش کنیم. در واقع تصمیم گیری های درست در رابطه با اینکه منابع رو از کجا بیاریم و منابع رو کجا خرج کنیم. میتونیم حالا یه جمله و در تعریفش بگیم دانش و فن تأمین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف. حالا اینجا گفتیم هدف چی هستش؟ هدف در واقع وقتی که صحبت از هدف مدیریت مالی میشه خیلی هم میگن که سود مجموعه بره بالا، سود شرکت بره بالا. ببینید دوستان، این هدف کوتاه مدتی هست. همه سهامداران وقتی که میخوان سرمایه گذاری کنن توی مجموعه ای به هدفهای بلند مدت میاندیشن، نه هدف کوتاه مدت. حالا یه شرکتی میخواد سودش رو ببره بالا، چیکار میکنه؟ میاد از توان ظرفیت در واقع دستگاهاش بیش از حد استفاده میکنه، یا اینکه یه جایی میخواد هزینه کنه برای تعمیرات اون کار رو نمیکنه، و یا اینکه چیکار میکنه؟ به در واقع نفع ذینفعانش چیکار میکنه؟ بی توجهی میکنه. چون فقط این سهامداران نیستن که ذینفع هستن، بلکه ما یه سری ذینفعان دیگه ای هم داریم، مثل کسانی که باهاشون کار میکنیم، حالا یا خرید یا فروش، یا کسانی که تو مجموعه ما کار میکنن. خب برای رسیدن به هدف کوتاه مدت سود در واقع سود زیاد به دست آوردن شرکت، ما خیلی چیزا رو زیر نظر نمیگیریم و در واقع در سالهای آتی به ضرر ما خواهد بود. پس هدف ما باید بلند مدت باشه و حد اکثر ساختن ثروت سهامداران. خب حالا ما میگیم که در مقابل این هدف حد اکثر سازی سود گفتیم هدف حد اکثر ساختن ثروت سهامداران هستش. حالا به طور کلی هدف حد اکثر سازی ثروت در مؤسسات انتفاعی به چند تا دلیله. یک، توجه به ثروت در بلند مدت، همونطور که گفتم، توجه به ریسک یا عدم اطمینان و در نظر گرفتن دوره زمانی بازده ها و حداکثر سازی بازده مالکان که تو تجزیه و تحلیل های مالی باید مورد توجه قرار بگیره. بازده چی بود؟ بهتون گفته بودم همیشه میگیم که بازده در واقع P2 که قیمت نهایی هست منهای P1 قیمت اولیه به اضافه اون سودی که در طول اون مدت میگیره تقسیم بر P1 قیمت اولیه، که حالا هرچه جلوتر بریم با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهیم شد. حالا این مزایا و معایبی داره هدف بلند مدت و هدف کوتاه مدت. هدف کوتاه مدت رو بررسی کنیم که چیه؟ سود رو زیاد کنه، مبالغ سود زیاد تو کوتاه مدت به ما بده، که مزایاش اینه که سهولت محاسبه سود، راحت سود رو حساب میکنه، سهولت تعیین رابطه بین تصمیمات مالی و سود. حالا بریم سراغ مزایای حد اکثر کردن ثروت سهامداران. گفتیم حد اکثر کردن ثروت سهامدار هدف کوتاه مدتش اینه که قیمت سهم رو بالا ببره. خب مزایاش چیه؟ تاکید بر بلند مدت، توجه به ریسک یا عدم اطمینان، شناسایی زمانبندی بازده ها، توجه به بازده سهامداران. خب میبینیم که مزایای حد اکثر کردن ثروت سهامداران بیشتر از مزایای حد اکثر کردن سود هست. حالا معایبش همونجور که معایبش هم هست، خب هر چی مزایا این یکی داره معایب اون یکی حساب میشه. خب میبینیم معایب
حد اکثر کردن سود بیشتر از مزایا هست. پس بهترین راه این هستش که هدف مجموعه ما، هدف مدیریت مالی در واقع حد اکثر کردن ثروت سهامداران باشه که مزایای بیشتری داره. حالا یه مثال میزنیم. وقتی که یه شرکتی حد اکثر کردن سود هدفش باشه، در واقع میاد یه سرمایه گذاری رو شما در نظر بگیرید که پرهزینه است ولی در آینده قرار سود بده. وقتی شرکت تو کوتاه مدت به سود فکر میکنه، این که در بلند مدت به سود برسه رو از دست میده. چرا؟ چون اون هزینه اولیه باعث میشه که سال اول یا اون دوره زمانی اول سودش بیاد پایین. خب این شرکتی که هدفش سود ساختنه این رو قبول نمیکنه و در واقع باز میمونه از سودی که اون سرمایه گذاری در بلند مدت بهش خواهد داد. و یه مثال دیگه بهتون بگم. وقتی که یه شرکتی 2 تا محصول داریم، 2 تا شرکت داریم اصلا که طی 5 سال اومدن گفتن محصول الف تو سال اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم انقدر سودش و سال محصول ب تو 5 سال انقدر. خب کسی که به سود فکر میکنه، سود 5 ساله حالا کوتاه مدت، میاد محصول ب رو انتخاب میکنه. ولی به همین سادگی نیست که شما بیایید این رو انتخاب کنید، چون که وقتی که هر چقدر ما سود بالاتری داشته باشیم باید ریسک بالاتری باشه، یا برعکس هرچی ریسکمون بالاتر باشه سود بالاتره. پس وقتی که ریسک بالاتری رو شما قبول میکنی سود بیشتری رو پس باید بطلبی. پس میگه برای انتخاب محصول ب سهامداران بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد تا سطح ریسک بالاترشون جبران بشه. به همین سادگی نیستش که بیای انتخاب کنی حالا این رو کاغذ آورده، وقتی ریسک پذیریت بالاست سود بیشتری رو طلب خواهی کرد. خب و اینکه همونجوری که گفتم منافع ذینفعانش رو توی وقتی که هدفش کوتاه مدت باشه توجهی نمیکنه. و همونجوری که خدمتتون عرض کردم این یه نمونه ترازنامه هست که تصمیمات تأمین مالی در قسمت چپ ترازنامه و تصمیمات سرمایه گذاری در قسمت راست ترازنامه هستش که در واقع وظیفه مدیر مالی بهینه ساختن ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حد اکثر ساختن ارزش سهام سهامداران خواهد بود. خب این یه نوع تجزیه تحلیل هست. خب در واقع بیایم وظایف مدیریت مالی رو تفکیک کنیم. اولین وظیفش تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی هست. همونجور که در قسمت قبل گفتم تجزیه و تحلیل اینه که تامین مالیت به چه صورت باشه، سرمایه گذاریت به چه صورت باشه، که خب بعد از تجزیه و تحلیل در ارتباط با سلامت مالی شرکت و نیاز مالی شرکت در واقع این تصمیمات رو در واقع باید بگیره. حالا تصمیمات سرمایه گذاری اینه که این تصمیمات سرمایه گذاری از کجا در واقع این وجوه تامین میشه و تصمیمات تامین مالی این وجوه کجا خرج میشه. ترکیب بهینه اینها رو باید در نظر داشته باشه. حالا تصمیمات مالی باید تعادل بین ریسک و بازده داشته باشیم. خب حالا به این صورت هست سود هر سهم فعلی و آتی باید از طریق این عوامل بر مدیر مالی بر ثروت سهامداران تاثیر بذاره. بعدی زمانبندی، مدت و ریسک سودآوری، خط مشی تقسیم سود یا سیاست‌های تقسیم سود و شیوه تأمین مالی مؤسسه چجور باشه که اینها رو در جلسات آتی بهتر متوجه خواهیم شد. فعلا به صورت تیتروار اینها رو میگم که در آینده انشالله به امید خدا بهتر در موردش توضیح خواهیم داد. حالا وظیفه مدیر مالی با توجه به محیطی هست که در اون فعالیت میکنه. حالا اون محیط میتونه نوع مؤسسه باشه، مؤسسات و بازارهای مالی باشه و ساختار مالیاتیش باشه. حالا انواع مؤسسات تجاری رو توی درس مدیریت مالی 3 قسمت گفته: مؤسسات فردی، شرکت‌های غیر سهامی یا اینجا بهش گفتن تضامنی و یا شرکت‌های سهامی، که حالا مختصر
به ترتیب همه این مؤسسات رو، مزایا و معایبش رو خواهیم گفت.